در جهان امروزه که زبانهای خارجی بیشتر مقام و ارزش پیدا کردند، گاهی نورسان زبان مادری خود را کم ارزش می حسابند. اما دوست داشتن زبان مادری و خوب دانستن آن پایه اساسی هویت و معرفت است. در کشورهای خارج که چند فرهنگی اند، تعلیم زبان مادری اقلیت‌ها نیز رو به رشد است، زیرا آنها درک کردند که اگر کودک در خانه با یک زبان گپ زند، آن را در مکتب نیز باید تحکیم دهد. در تاجیکستان زبان مادری ما زبان تاجیکی دارای تاریخ بای و ادبیات غنی است، ولی بسیار جوانان شاید کتاب‌های تاجیکی کم می‌خوانند یا آمیخته با زبان‌های دیگر حرف می‌زنند. برای دوست داشتن زبان اول آن باید در محیط عائله و مکتب صمیمانه استفاده شود. والدین اگر خودشان با زبان نابوروان صحبت کنند، واژه‌های زیبای تاجیکی استفاده برند، فرزند نیز همان را می‌آموزد. مثلا به جای اصطلاحات کوچگی یا لهجه عامیانه با او با زبان ادبی حرف زنید، البته به مجبوری و خشم. همینطور گوش او به آهنگ درست زبان عادت می‌کند. دوم، ادبیات تاجیک را به او نزدیک کنید. شاید شاه اثرهای کلاسیکی را به واسطه خواندن در 12-16 سالگی کمی دشوار باشد، ولی اثرهای ساده‌ترین معاصر یا ترجمه آثار جهان به تاجیکی دسترس است. یک جای به مغازه کتاب فروشی روید و کتاب‌های به ذوق او موافق را به تاجیکی خرید، یا حتی فیلم‌های تاجیکی یا برنامه‌های تربیوی که به زبان مادری هستند تماشا کنید. مهم آن است که زبان مادری تنها زبان درس نباشد، بلکه زبان زندگی و فراغت هم باشد. آموزگاران نیز می توانند ایجادکاری خوانندگان را با زبان مادری تشویق کنند، اسه نویسند، شعر ایجاد کنند، در محفل‌های ادبی شرکت ورزند. بعضا نورسان فکر میکنند که تاجیکی تنها برای امتحان ادبیات لازم است، لیکن وقتی میبینند که میتوان با آن چیزهای عالی آفرید، حکایه نوشت، مجله دیواری برآورد، شوقشان زیاد می شود. در نتیجه آنها میفهمند که زبان مادری ریشه ماست، گوهری بی‌بهاست و دانستن و دوست داشتن آن هیچ ضدیت به یاد گرفتن زبان‌های خارجی ندارد. برعکس، کسی که در زبان خود توانا است، زبان بیگانه را هم بهتر می‌آموزد. آیا شما والدین محترم این تجربه ها را انجام داده اید؟ لطفاً نظر خود را با ما ارسال نمایید. سرپرستی برنامه ما شرکت لیندوید می باشد. لیندوید با ویتامین د، قطره از ویتامین آفتاب.